چه حسی بهتون دست میده اگه 48 ساعت خونتون نباشید و بیایید و ببینید یه خانواده تو خونتونن و هیچ وقت بیرون نمیرن از خونتون؟ هر ساله هزاران خونه در اسپانیا به تصرف غیرقانونی افراد در میاد و اگه 48 ساعت بیشتر گذشته باشه و توی خونتون مونده باشن، ممکنه سالیان سال طول بکشه تا شما توسط دادگاه بتونید اونها رو از خونتون بیرونشون کنید. حالا راهکار چیه؟ بهترین راهکار که خود اسپانیایی‌ها هم ازش استفاده میکنن قرارداد بستن با شرکت‌های سکیوریتیه. اونها میان تمام تجهیزات امنیتیشون رو توی خونه شما نصب میکنن و شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید خونتون رو چک کنید. این آلارم اضطراری به پلیس و شرکت سکیوریتی وصله و حتی گشتای شهری اونها زودتر از پلیس هم در مواقع اضطراری به خونه شما میرسن. نظر شما در مورد تصرف غیرقانونی خونه‌ها در اسپانیا چیه؟ آیا تجربه مشابه این داشتید یا چه راهکاری پیشنهاد میدید؟ برام تو کامنت بنویسید.